مساواتی شکلی با خطهای y12x x برابر 2 و 0 مقدار رو حساب کنیم با یاری اینتگرال. بیاین باز یک بار دیگر شکل رو تصویر میکنیم. تقریبا شکل مکمل شدن شرط نیست. 12x از مرکز میگذارد، بگذارید خیلی باشد. از ما چی میپرسد؟ بین y0 y0 در اینجا x برابر 2 بگذار اینجا باشد. همین مساواتی سیکنجا رو یابیم. مساواتی سیکنجا است. این ما با یاری اینتگرال یا اینکه با یاری گیومتری هم کار کرده میتوانیم. بیایم با یاری گیومتری کار کنیم. اگر x برابر 2 باشد y ما چند میشد؟ y ما 24 میشود و از اینجا مساواتی سیکنجا رو ما چی میدانیم؟ اساس بلندی ما 24 میشود، اساس ما 2 میشود و مساحت به چی برابر میشود؟ 24 ضرب 2 تقسیم 2 که این به 24 برابر است. بیاین همین سوال رو با یاری اینتگرال هم کار کنیم. اینتگرال با ما چی میگوید؟ بین 0 و 2 فونکسیون ما 12x میباشد. اگر ما اینتگرال رو گیریم این چی میشود؟ 12x کوادرات تقسیم 2 بین 0 و 2 و این رو ما میدونیم که باید 6x کوادرات برابر است بین 0 و 2. اول 2 رو میمونیم جای x 6 ضرب 2 در کوادرات مینوسی بعد 0 رو میمونیم. از این رو میتونیم که این هم باید 24 برابر است. مثال 168 مساواتی شکلی با خطهای با سوال پیش نمونند است. این هم با سیکنجا میشود. بیایم با یاری اینتگرال هم کار کنیم، هم با یاری گیومتری هم کار کرده میتوانیم. 15x بگذارید که باشد بین y0 و x4 یعنی اگر اینجا رو ما 4 گیریم از ما چی مساحت رو میپرسد؟ این مساحت رو میپرسد. با یاری سیکنجا اگر کار کنیم اگر x4 باشد y ما به چی برابر میشد؟ و فونکسیون اگر مونیم این به 60 برابر میشد. از اینجا مساواتی سیکنجا به چی برابر میشد؟ 4 ضرب 60 بلندی ضرب اساس تقسیم 2 که این به 120 برابر است. جوابش رو یک بار نوشته میتونیم. با یاری اینتگرال این چی معنی دارد؟ بین 0 و 4 فونکسیون ما 15x و اگر ما اینتگرال شدیم این چی میشه؟ 15x کوادرات تقسیم 2 0 و 4 است. 0 رو موندن شرط نیست، 4 رو مونیم یا برای جوابش میبرد چون که از روی سیکنجا رفتن آسان تر است. 15 ضرب 4 کوادرات تقسیم 2 از اینجا این جوابش هم 16 8 15 ضرب 8 120 باز میبراید. مثال 169 مساواتی شکلش با خطهای 17x اکنون نگاه کنیم اینجا کمتر دیگر است. مساحت رو بیاین شکل رو تصویر کنیم. شکل رو تصویر کنیم هم وقت نقض است چون که در بعض سوال ها مساحت و اینتگرال هر یک برآمدنشان ممکن است. باز در این سوال دیده میبریم مثلا 17x بگذار این چی باشد و از ما چی میپرسد؟ y0 و x مینوسی 6 بگذار اینجا x مینوسی 6 باشد و از اینجا این مساحت رو میپرسد چون که میدونیم این پایانی x است و وقتی ما اینتگرال رو کار میکنیم جوابی ما منفی میبرد. بیاین با یاری سیکنجا اول کار کنیم. 6 باشد اینجا چند میشود؟ از روی فونکسیون اگر 6 رو مونیم 6 42 112 مینوسی 112 میشود. از روی سیکنجا کار کنیم. بیاین اصلا نویسم مینوسی 112 میشود. از روی مساواتی سیکنجا این به چی برابر میشود؟ 112 ضرب 6 تقسیم 2 البته که با ما منفی لازم نیست. این مساوات مثبت میاد، طرفای هم دروازی هم مثبت هم باید باشن. 112 ضرب 3 میشود 336 میشود. اکنون بیاین همین چیز رو از روی اینتگرال اگر کار کنیم در اینتگرال چی میمونیم؟ از مینوس 6 تا 0 میمونیم، از خورد تا کلون باید مونیم و فونکسیون 17x میشود. اینتگرالش رو اگر گیریم این چی میشود؟ 17x کوادرات تقسیم 2 بین مینوس 6 و 0 اول ما باید 0 رو مونیم. این چی میشه؟ 17 ضرب 0 کوادرات تقسیم 2 که 0 میشود مینوسی 17 مینوس 6 در کوادرات تقسیم 2. وقتی ما این رو کار کنیم این برابر مینوسی مساحت که یک میبرد 336 میبرد. نیا کنیم اینتگرال ما هم وقت مینوس میبرد. مینوس وقتی اینتگرال ما معنی که مساحت ما در پایانی x خطی x است. 170 مساحت شکلی با خطهای x مینوس 1 x یازده y رو یابیم. شکل رو تصویر میکنیم. در اینجا تصویر خیلی مهمه. ما از ما اینتگرال از ما مساحت رو میپرسه، برای این باید دقت کنیم. x مینوس 1
x minus y رو چقدر کشیده میتونه؟ اصلا آسان خطای بریش x و خطای x و y رو یابیم. اگر x 0 باشه y مو minus 1 میشود. اگر y 0 باشه x مو 1 میشود و خط ما از بین دو همین نقطه میگذرد. کشیده این خط ما است y برابر x، لیکن مسافت بین چی؟ بین مرکز و x 11 بگذار اینجا باشه. یعنی مسافتی ما خط رو کم کردم. مسافتی ما از دو قسم عبارت است. یک قسمش پایانه، یک قسمش در بالا است. وقتی شما اینتگرال رو حساب کنید، یک اینتگرال یک بار به شما سومای این مسافت رو میتونه. یعنی پایان از ما در سوالی پیش ندیم که مسافت اینتگرال منفی میره در اینجا مثبت. اینتگرال بین یک بار 0 11 نمیشه، این ما سومش میدن، لیکن مسافت پورا نمیشه. برای اینتگرال ما باید به دو قسم جدا کنیم. یا اینکه شما میتونید با از روی سکانجه هم کار کرده میتونید اصلا آسان بیاین دیده برون از روی سکانجه درازی بلندی کنیم. اگر این مسافت به چی برابر میشود؟ به یک بلندی یک بر اساس یک تقسیم 2 میشود. در اینجا باشد اگر x 11 باشد y ما به 10 برابر میشود. بلندی ما 10 است، این بلندی 10 است، اساس ما هم 10 است. 10 ضرب 10 تقریبا 50 نیم. مسافت پوریم 50 نیم است. 50 نیم معنی در اینجا چی می‌نویسیم؟ 50 نیم رو معنی می‌دارم اینجا برو. از روی اینتگرال ببینیم. اینتگرال چه گفتیم؟ ما با دو قسم جدا باید کنیم. ببینیم سوال خطا است یا نه. اینتگرال رو جدا می‌کنیم. اول از 0 تا 1 نیا کنیم x minus 1 است. این مسافت رو جوابش مینوس میبراید چون که در پایان است. بیاین کار کنیم. خواهی x کوادرات تقسیم 2 مینوس x میشود بین 0 و 1 اینتگرال. اگر وقتی که ما 1 رو میمونیم این چی میشود؟ 1 تقسیم 2 مینوس 1 مینوس 9 میشود. 9 کوادرات تقسیم 2 مینوس 9 کنیم و از چی میشود؟ مینوس 1 تقسیم 2 چرا که ما گفتیم در پایان است. بعد ما کدام مسافت رو باید ببریم؟ مسافتی که بین 1 و 11 است. 1 و 11 دیگه برای ما فونکسی ما باز همون است x minus 1 باز همون اینتگرال رو اسمیم x کوادرات تقسیم 2 مینوس x میشود بین 1 و 11. اول 11 رو میمونیم. 11 کوادرات تقسیم 2 مینوس 11 مینوسی اکنون باید 1 رو مونیم. 1 تقسیم 2 مینوس 1 میشود و این رو اگر کار کنیم این چی میشود؟ 11 121 22 99 تقسیم 2 یکم قوز میشود. جمعیت تقسیم 2 مینوس 1 پلوس 1 تقسیم 2 این میشود به 50 بچه کنیم 50 نیم. عجایب در اینجا چه نوشته میتونیم؟ راستی گپ نمیدونم. یکم رو بکنیم سوال خطا است. 50 نیم یعنی 50.5 میشود. فکر من همین خیلی است. اگر خطا نباشد ممکن خودشون خطا کار کردن یا جواب ممکن خیلی باشد نمیدونم. یعنی نقطه داره باشه نقطه هم خیلی باید شروع کنیم. مثال 171 باز به سوالی پیش نمونند است. این رو کشیدن شرط و ضرور است. باید ما دونیم کدام قسمش در پایان قسمش در بالا است. x مینوس 2 وقتی x 0 است y مینوس 2 است بگذار در اینجا باشد مینوس 2 ما. وقتی که y 0 است x برابر 2 است بگذار در اینجا باشد و این چی معنی خط ما بین هر دو همین ها میگذرد. نگذشت خیلی ما اینو بسیار کنیم گذشت برای فکر کنیم. x برای نقص از مفهوم 2 که کلون گرفتم x رو کمتر دور گیرم. این چی است؟ y برابر x مینوس 2 و اینجا x گویم. اکنون مسافت ما باید اینجا رو حساب کنیم. این شکل تخمینی است البته مکمل نیست. اکنون یا کنیم دو سکانجه مسافت شکل با خطای همین رو یا بنگن بیاین با یوری سکانجه رو کار کنیم تفتیش کنیم. بلندی 2 اساس 2 ضرب 2 تقسیم 2 این 2 میشد. این مسافت یکم گویم. این مسافت باشه از روی سکانجه ها. اگر x باشد y ما به چی برابر میشد؟ با 8 برابر میشود. بلندی ما 8 است. 8 ضرب اساس ما هم 8 64 32 می شود. یعنی این مسافت ما 32 یعنی مسافت عمومی 34 است. اکنون وقتی ما همین رو با اینتگرال کار کنیم باید به دو قسم جدا کنیم. از 0 تا 2 رو
چونکه باید در پایان است x مینوس 2 است. این رو باید کار کنیم. بیاین کار کنیم. x کوادرات تقسیم 2 مینوس 2x بین 9 و 2. 9 رو ما شرط نیست. وقتی ما 2 رو مونیم این میشود 2 مینوس 4 مینوس 2 میشود. یعنی مینوس چیزی که ما گفته بودیم. اکنون بین 2 و 10 باز همین فونکسیون ما است. اگر اینتگرال شد x کوادرات تقسیم 2 مینوس 2x بین 2 و 10 رو اگر مونیم 150 مینوس 30 میشود. مینوسی اکنون ما وقتی 2 مونیم 2 مینوس 2 میشود 32 میشود. مساوات عمومی باز 34 است. مثال 172 مساوات شکل با خطای x مینوس 3 خیلی کمتر مایده تر کشیم. خط تیرا میکشیم. نیا کنیم باز یک قسمش در پایان یک قسمش در بالا فونکسیون یعنی x مینوس 1 بود x مینوس 2 اکنون x مینوس 3. خیلی بسیار هم فکر نکردم با فکرم وقتی سوال رو تشکیل کردم یعنی عددها رو پای در پای موندم. خط ما خیلی شد مینوس 3 و 3 و 9 و ما باید این مساحت رو یابیم و نیا کنیم از روی سیکنجا رو این قسم چی میشود 9 تقسیم 2 4 نیم میشود. از روی سیکنجا کار کرده است و همچنین مثال پیشینه اینجا باشد چه میشود 6 بلندی چه میشود x مینوس 3 خط ما x مینوس 3 است. وقتی x 9 است y ما با 6 برابر یعنی بلندی با 6 است و این مساوات سیکنجی دویم 6 ضرب 6 36 تقسیم 18 میشه یعنی 22 یو از 5 مساواتی ما. اکنون از روی اینتگرال کار کنیم. از روی اینتگرال این چی میشد و دو قسم جدا میکنیم از 0 تا 3 x مینوس 3 dx است. از این چی میشه x کوادرات تقسیم 2 مینوس 3x 3 رو موندم کفایه است چونکه 9 بمونه 9 میشد یعنی 3 رو وقتی میمونیم 9 و 3 9 تقسیم 2 مینوس 9 و این برابری مینوس 9 تقسیم 2 برای چی مینوس برآمد چونکه باید در پایینی خط تیری x است. اکنون از 3 تا 9 هم باید کار کنیم. باز همین فونکسیون x مینوس 3 x کوادرات تقسیم 2 مینوس 3 x بین 3 و 9 وقتی 9 رو اول مونیم 81 تقسیم 2 مینوس 27 مینوس اکنون 3 رو میمونیم 9 تقسیم 2 مینوس 9 است. خواست رو کشویم نیا کنیم تقسیم 2 تقسیم 2 است مخرج الکی عمومی دارن. این میشود وقتی خواست رو فکر کنیم فرض کنیم کشودیم یک بار اگر نویسم 80 تقسیم 2 مینوس 9 تقسیم 2 این باید چی برابر میشود 7 تا 36. اکنون این قسمش مینوس 27 مینوس پلوس 9 پلوس چند میشود مینوس 16 نوازی 27 مینوس 17 مینوس 27 مینوس 9 ترک کرده 18 میشود ترک کرده نتونستم این چند میشود 18 میشود در اینجا هست چی برای چی نمی‌کنم 18 میشود باز مساوات عمومی با چی 22 از 5 برابر است. مثال 173 مساوات شکل با خطای y نو همش خطای روسکو اینتگرال تکون میشد اینجوری تصویر کنیم. از ما چی میپرسد مساحت اینجا y x هر یک شکل y برابر 9 این چی است همین y برابر 9 همین خط است خطی راست است. y 4 y برابر 9 نه خطی راست نه خطا کردم از اینجا یعنی کردن شرط نبود خیلی برای دیدم چهارکنجه میشد با فیلم اما مسئله چهارکنجه رو باید بگیم y برابر 9 اینجا است یعنی y x y برابر این خطی تیری x است y برابر 9 همینه y برابر 9 اکنون y برابر 4 در بالا است این خط y برابر 4 است اکنون x برابر مینوس 3 اینجا باشد مینوس 3 خطی راست x2 اینجا باشد این x2 است x برابر 2 x برابر مینوس 3 اکنون از ما چه مساوات شکل‌های همین محدود رو حساب کنیم نه همین مساوات شکل است این مساوات رو یابیم البته چه که داریم این چهارکنجه است همین یعنی مساحت به چی برابر بود یعنی چهارکنجه اساس ضرب برش در اینجا
اساس به چی برابر است؟ به 5 برابر است و بار به 4 برابر است. 5 ضرب 4 به 20 برابر می شود. بو اینتگرال یگان علاقه ندارد. به اینتگرال کار میشه. اینتگرال کار میشه خطای راست میشود، یعنی یگان چیزی ندارد. به اینتگرال کار میشه. به اینتگرال آسان تر است. 174 باز شکل رو تصویر میکنیم. ما خطی اگر به سوالی پیش نمونم باشد اینتگرال عموما استفاده برده شرط نیست، چون سوالی آسان است. y0 y3 y0 همی خطی x y برابر 3 بگذار اینجا باشد y برابر 3 بعد x مینوس 4 x مینوس 4 اینجا باشد، تخمینی نیست کشیده شدم و x مینوس 1 باشد اینجا مینوس 1 است. یعنی از ما این مساحت رو میپرسد. این مساحت چه میابیم؟ نیا کنیم درازی این بار به 3 اساسش 3 است و بلندی به 3 برابر است، یعنی مساحت 3 ضرب 3. به اینتگرال کار کرده میشد. به اینتگرال استفاده بیانیم. مثال 175 مساحت شکل رو یابیم. میکشیم y0 y مینوس 5 y مینوس 5 در پایان است. مینوس 5 بگذار باشد و خطهای x مینوس 5 x3 و x6 x برابر 3 x برابر 6 محدود این مساحت است. از اینجا میتونیم که این درازی به 3 برابر است، این درازی به 5 برابر است. مساحت 3 ضرب 5 برابر 15 است. مثال 176 باز همین نمودی سوال است. سوالی خیلی عجیب خطی به اینتگرال کار کرده میشد. فکر میکنم که با اینتگرال کنیم مساحت بین دو فونکسیا باشد. بیاین با اینتگرال کار کنیم. با هر دو راه کار کنیم. این سوال رو y مینوس 2 y 2 این چی باشد؟ y برابر مینوس 2 y برابر 2 است و x برابر مینوس 3 و x 3 است. یعنی این محدود مساحت به چی برابر است؟ چه که میتونیم مساحت برابری اینجا به 6 برابر است و اینجا به 4 برابر است. 6 کرده 4 24. خطی اینتگرال این چه کار میتونیم؟ عجیب من خیلی اینتگرال خیلی نمود سوال کار نکردم. بیایم کار کنیم 4 کنجا رو. یعنی بین دو فونکسیا است y2 و مینوس 2 فرق آنها رو میگیریم. این خیلی شد 2 مینوس 2 dx بین مینوس 3 و 3 همین چی است که مینوس 3 است. این چی میشود؟ در اصل اینتگرال 4 dx میشود بین مینوس 3 و 3. 4 اینتگرال 4 چی است؟ 4x بین مینوس 3 و 3. اول 3 رو میمونیم 12 مینوسی بعد مینوس 3 رو مینوس 12 چه که میمونیم باز 24 است. مساحت ما به 24 برابر است. خط اینتگرال کار کردن شرط نیست. 177 باز نمود سوال ها خطی رو میکشیم. x خطی y رو کشیم. 9 و 6 در بالا است. تخمین خیلی است. 9 باشه خطی x است. x ها رو بین 9 و 6 همین خطی 9 و 6 اینجا 6 باشد. از مقدم مساحت رو میپرسد. این مساحت رو میپرسد. چه که میتونیم مساحت به چی برابر 6 36. 178 سوال آخرم بفکرم. خطی رو میکشیم تصویر میکنیم. y9 y هفت بگذار در اینجا باشد. x2 و x5 x2 و x7 بخشش. این مساحت رو از ما میپرسد و این مساحت رو چه میکنیم؟ این برش با 5 بلندی با 7 مساحت چند است؟ 5 ضرب 7 به 35 برابر است.